دشمنان دنیای ما، دشمنان آخرت ما، دشمنان عزت ما، دشمنان نظام جمهوری اسلامی از نقاط ضعف ما استفاده میکنن، از حس شهوت ما، از حس غضب ما، از قدرت طلبی ما، از علاقه ما به جلوه فروشی، خودنمایی، از اینا استفاده میکنن. باید مراقب باشید. خانمان عزیزم باید مراقب باشن، دخترای جوان باید مراقب باشن. این زندگی میگذره، لذات و سختیهاش همه به طرفت العینی میگذره. حالا شما در دوره جوانی این حرف رو درست نمیفهمین. انسان در دوران جوانی خیال میکنه دنیا هم ثابته، ساکنه، همیشه همین جوره. به سن ما که رسیدید یه نگاه میکنید میبینید عجب سریع میگذره، سریع میگذره دنیا. چشم هم میزنید گذشته. خب اون طرف و ان الاخرة لهی الحیوان، زندگی، حیات اونجاست. ذالک الذی یبشر الله به عباده، که امروز در آیات کریمه میخوندن، اون بشارت‌های الهی اونجاست. مراقب باشیم، هم برای اونجا، هم برای حفظ عزت کشور، پیشرفت کشور، وضع حجاب را، وضع عفاف را، وضع تقیدات پایبندی را خانم‌ها باید مراقبت کنن. این وظیفه است.